سلام خدمت همه علاقمندان مسائل پیچیده خصوص سیاست. امروز شنبه 30 فروردین ساعت 2:30 ظهر هست. همونطور که میدونید مذاکراتی آخر نفهمیدیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا ترکیبی در جریان هست در دور دوم در کشور ایتالیا، شهر روم، به میزبانی خود کشور ایتالیا و به واسطگی کشور عمان. وزیر خارجه عمان رفت اونجا مستقر شده. آقای ویتکاف و عراقچی هم رفتن. اینجا فیلم هاشون خواهیم نشون بدیم که رفتن اونجا و بس شرایط اونجا به چه صورت هست. دوستان تا قبل از اینکه این اتفاقات اخیر بیفته فکر کردم سیاست پیچیده است. تازگی دارم میفهمم خیلی پیچیده است، نه که پیچیده است. یعنی اتفاقاتی که داره بیفته، یعنی واقعا 2 ماه پیش کسی فکرش هم نمیتونست بکنه که چجوری میسر است. کما که ما در طول تاریخ هم داشتیم، یعنی قدرت‌های خیلی بزرگ دنیا در زمان انتهای جنگ دوم جهانی که اینا اصلا خیلی خصومت‌های خاصی داشتن ولی با هم تونستن تعامل برسن، از نظر مشترکاتی پیدا کرده بودن در آخر جنگ. حالا مهمترین چیزی که هست، حالا فیلم رو پخش میکنه، مهمترین مطلبی که من دیدم تو اینترنت، آقای علی شمخانی توییت گذاشته. این خیلی مهمه. قیمت چیزی من لازم به شما نشون بدم. این قیمت تتر رو اگه ساعت صرافه نوبیتکس 8500 دارن در این ثانیه، من اگه بتونم رفرش بکنم 8551 آخرین قیمتیه که در این لحظه داره معامله می شود. کانال‌های مثلا غیر رسمی اینا هم هستن که اونجا ما ولی نمیتونیم بدونیم که کانال‌هایی که توی تلگرام و اینا معامله میکنن عددشون واقعی یا نه، ولی اینا چون رسمیت داره، اینا معاملاتی که داره انجام میشه. دیشب مثلا دقیقه بالا رفت بود، الان با شروع مذاکرات دوباره روند کاهشی رو داریم که با 8500 الان متوقف شده. حالا ببینیم که به چه سمتی میره. بورس هم فکر میکنم به عدد 3 میلیون و 100 رسیده، 3 میلیون همچین عددی رشد بالایی داشته، با 46000 واحد رشد به 3 میلیون و 12000 واحد رسید. ببین فقط چیزای رسمی در مورد قیمت طلا و اینا رو من نمیدونم، ولی در مورد دلار، تتر هم تقریبا هم قیمت دلار هست. محدود قیمتی شما فقط اینو توصیه میکنم این سایت هایی که رسمی ان زیر نظر بانک مرکزی، مثل همین که اینجا نوشته در سمت چپ تصویر من نوبیتکس، اینجا به صورت لحظه ای معاملات رو نشون میده. تو گوشی هم اگه نصب بکنید که ثانیه ای هستن، خود معاملات رو هم شما میتونید ببینید. خب ببین آقا جان، شمخانی میگوید که مذاکره کنندگان ایران، یعنی آقای عراقچی و بقیه همکارانش، با اختیارات کامل راهی روم شدند تا توافقی جامع را بر پایه نوع اصل دنبال کنند: جدیت، تضمین، توازن، رفع تحریم نه به مدل لیبی امارات، اجتناب از تهدید، سرعت، مهار مزاحمین در پرانتز مصر، اسرائیل. بعد این که نوشته اسرائیل هم خودش نکته است، الان فهمیدم، نوشته مثلا مثل رژیم صهیونیستی یا هر چیزی، و تحصیل سرمایه گذاری. خب این شمخانی خودش هم دیپلمات، هم فرد نظامیه، هم شغلش خیلی حساس بوده و هست، جایگاهش خیلی مهمه. هر کلمه ای که اینجا نوشته واجد معنایی است. ایران برای توافق متوازن آماده، نه تسلیم. نقطه. خیلی اطلاعات جالبی شما میتونید از این بعد کسب بکنید. ببین این مدل لیبی که ببینیم، لیبی که کلا اصلا میاد پیچ و مهره و فلان. امارات هم ممنوعیت غنیسازی داره به نظرم. خب حالا ما باید صبر بکنیم ببینیم که این ویتکاف اینا میان با 3.6% که در مثلا برجام فکر کنم بوده کنار میان یا نه. من شنیدم که طرح کرده بودن که به نقل از ویتکاف، مصاحبه‌اش اینا رو من ندیدم، که گفته بوده که آقا ما می‌دونیم ایران مشکل مثلا ناترازی انرژی داره، لذا داشتن غنیسازی به دلیل تولید انرژی برق موجه هست. پس ما اینو مثلا به این دلیل میپذیریم که 6.5% غنیسازی داشته باشد. خب بعد مسائل داخلی آمریکا خیلی مهمه. الان ببین خود ویتکاف کلی مخالفین داره، همین روبیو و اینا افرادی هستن که برخی طیف‌های جمهوری خواه خیلی با این فرد مخالفن هستن. شما میگن که سازشگری و مثلا مسائل این مثل داخل کشور خودمون هم هستش دیگه.
ترامپ هم اینو فرستاده، هم در موضوع روسیه هم در موضوع ایران، مسائل خاورمیانه. بعد جالب بود برام ترامپ برای آفریقا معرفی نکرده. آفریقا خیلی مهمه ولی هنوز چیز نکرده. به نظر میرسه که اولویتش مسائل خاورمیانه هست. خب ببین، پس باید ببینیم که این پنجره‌ای که درون آمریکا هست الان این ویتکافو گذاشتن. خب من حساری دارم میگم جدیت بالایی دارن آمریکایی‌ها برای انجام این کار. قیدو تصویر ببینیم که من یادم بیاد چی می‌خواستیم. خب این جلسه اینا مربوط به امروز هستش دیگه. یعنی سخنگوی وزارت خارجه هم رفته خودش. اینم که نشون دادیم آقای بعد نهاد روم هم یه چیزی، اینکه ایتالیا الان شده انتخاب شده برای این موضوع، هم این شاید خودش واجد معانی باشه. ببین این وضع خارجه ایتالیا. بعد آقای گروسی هم رفته ایتالیا، اتفاقا رفته ایتالیا با ایشون دیدار کرده. خیلی جالبه، یعنی این همزمانی اتفاقات جالبه. من شیدم آقای چیزم بود، جدی ونس هم گفتن خواهد بود، چند روز پیش میگفتن ولی خبری نه. آخرم نفهمی، یه روز میگفتن روم، بعد میگفتن نداره عمانه. حالا به هر حال روم شد. این روم بودنش هم به شما بعد اینکه فیلم رو دیدین، بذار همین الان بگم دیگه. ببین آقا، آنچه که میدانیم در جنگ دوم اختلاف بود بین متحدین و متفقین. خب یکی از اون کشورها که در متحدین بود ایتالیا بود، زمان مثل موسولینی و اینا. در ایتالیا کلا تو اتحادیه اروپا یه حالت ناسیونالیستی خاصی داره. ما در زمان همین همهگیری بیماری که چند سال پیش بود دیدیم که حتی اختلافاتی بود بین دولت ایتالیا با اتحادیه اروپا. یعنی یه سر ناسازگاری مثل انگلیس داشتی که آقا ما اگه قراره که بیمارستانمون رو در اختیار بیماران اروپا، همه اروپا قرار بدیم، خب شما هم ما رو بپذیرید. حتی من خاطرم هستش که در همون زمان کرونا اومدن یه جایی اومدن حتی به صورت نمادین پرچم اتحادیه اروپا آوردن پایین، پرچم ایتالیا آوردن بالا. یعنی ناسیونالیستی ایتالیا توی اتحادیه اروپا. نقطه مقابلش اتفاقا همین ژنو و سوئیس ایناست، سوئیسرلند، اینا اتفاقا خیلی مثلا گلوبالیستی ترن. خود این واجد نکته است ها برای افرادی که فکر میکنن. این همین مسئله عمان خب روابط خوبی داشته با ما از زمان قدیم، از زمان پهلوی، اصلا مال قدیمه روابط خوب داشتنش. اتفاقاتی افتاده و جنگ ذوالفقار شد و اینا. بعد این سرزمین عمان هم دست انگلیسا بوده، بعد حالا می جنگن و پس میگیرن، اتفاقاتی میفته، مسائل داخلی پیش میاد. اینی که عمان ایتالیا رو انتخاب کرده یا میتونسته گزینه‌های دیگه هم باشه و ایتالیا رو انتخاب کرده و هر دو طرف هم پذیرفتن، اینو من در ذیل کل این دیسکورس و گفتمان توافقات آتی میبینم که در واقع جهان داره میره به سمت ناسیونالیسم اقتصادی به جای گلوبالیسم و جهانی شدگی که مثلا طی این 20 سال گذشته در جریان بود و آمریکا به نوعی خرج همه رو کشورهای دیگر رو میداد به خاطر اینکه ارزش‌های دموکراتیک و به بهانه گسترش ارزش‌های دموکراتیک و بازار آزاد و غیره. ترامپ خب با این چیزا مخالفه دیگه. پس آقا این که روم انتخاب شده هم فکر می‌کنم همین جوری بوده باشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه نامه‌ای که دوران زمان قبل تر 4 سال پیش اینا آورده بودن، ترامپ فرستاده بود از طریقی که فرستاده بود شینزو بالا کجاست؟ ژاپنه. ژاپن کجا بود؟ دقیقاً جزو متحدین بود، شریک آلمان و ایتالیا بود. اونم خودش واجد معانی بود. خوب دقت بکنید، خیلی نکات باریکیه. حالا به هر حال بریم فیلم ها رو ببینیم که داخلشون چه چیز خاصی هم نیست. اینجا مثلا خبرنگارا رفتن تا توضیح میدن که چه خبر. همونطور که بفرمایید خانم. بعد ایشون این خانم شوبیری خبرنگار صدا سیما، ایشون اعتراض داره که چرا خبرنگاران خارجی اومدن اونجا. مشاهده میکنید میگه مثلا اگه دست مثل عمان بود نمی اومدن. این بار برخلاف دور اول گفتگوها که خب خبرنگاران محدود بودن و عمانی ها مدیریت ویژه‌ای داشتن برای اینکه حضور
گسترده و اصطلاحاً شلوغ کننده خبرنگاران مختل نکنه روند گفتگوها رو، میبینیم که این بار در روم ایتالیا این اتفاق نیفتاده. حالا این خبرنگارا اون داخل که نمیرن که، اینا هم که بیرون نمیان که الان این موقع برن مزاحمت ایجاد بکنن که، تو خیابون هم نمیخوام قدم بزنن که مثل آقای کری و ظریف. خبرنگار جلو در میخواد مثل شما یه گزارش ویدیویی بگیره. بعد اونجا هم اروپاست دیگه، عمان نیستش که، عمان که سلطنتیه، اونجا به نوعی جمعه شرایطش فرق میکنه، سیستمش یه چیز دیگه است ایتالیا. بعد خبرنگار که خیابون وایستاده دیگه، یه یوتیوبر هم میتونه بره اونجا وایسته. من نمیدونم اینا مال مثلا منظورش اینه که مثلا اینا مال اینترنشنال بودن، مال CNN فاکس بودن. ببین من خودم موافقم که این چیزا زیاد رسانه‌ای نشه ها، یعنی به خیابون کشیده نشه این مذاکرات، به رسانه کشیده نشه. اگه میخوان توافق بکنن خودشون توافق بکنن، با هم صحبت بکنن. اگه نمیخوان توافق بکنن خودشون صحبت کنن، توافق نکنن. یکی در عرصه رسانه کشیده بشه و توییت بازی بشه و اینا سازنده نیست. زمان ظریف اینا اینجوری بود دیگه. همون که ما ندونیم دارن چیکار بکنن خیلی بیشتر کمک میکنه به روندش. چرا که هم طیفی ممکنه که نه قطعا در آمریکا مخالف این مذاکرات باشن، هم بعضا ممکنه که داخل ایران طیفی مخالف باشن با مذاکرات، بعضا ممکنه پیش بیاد دیگه. پس این طرح نشه این مسائل به روند مذاکرات بیشتر کمک میکنه. اگر شما موافق مذاکرات باشید، اگه موافق نباشید که نمیگه ببینیم چی گفتی. در صورتی که اینا تصویبم بکنن، همین باید بره تو مجلس تصویب بکنه معاهده رو، هم ویتکاف اینا باید ببرن کنگره تصویب بکنن، مگر اینکه در حد اجرایی و اینا باشه، مثلا یه توافق اجرایی ساده باشه. ولی راهبردی و جدیش اصلا نمیتونن باشه در های بسته تصمیم بگیرن تمام باشه، باید بیارن رسمیش بکنن، چه در مجلس ایران چه در کنگره. سنا نیست تو آمریکا، کنگره مهمه. خب ببین، یعنی تحریم اولیه و اینا که اگه بخواد برطرف بشه، چیزایی که اجرای ثانوی و قوانین معمول رئیس جمهور میده، نه، جای اولیه که شرکت‌های داخلی آمریکا، افراد آمریکایی، اینا رو بعد کنگره آمریکا تایید. ایران مجلس خودمون مثلا من بذار برجام که من تصویب کردن خواهم. خب این با موضوع پشت درهای بسته. بعد این چیه؟ این ورود تیم ویتکاف. حالا گفتن ویتکاف دیر رسیده، راست اول فیلم های عراقچی اومد، بعد فیلم های ویتکاف اینا، بعد گفتن دیر رسیده. خب آی عراقچی هم دفعه قبلی دیر رسیده. اینا چیزی نیستش که اصلا خود مذاکرات هم اینجا الکی داریم بحث بکنیم که ایتالیا باشه یا روم باشه و ایناش تحلیلای ماهاست. خود موضوع مهمه، خود بیگ پیکچر مهمه که در واقع این روند مذاکرات، گفتگوها، هر چیزی هست در جریان. عجب ماشینایی هم این هیئت ویتکاف هستش که از کشور اتحادیه اسمش چیه؟ ایالات متحده امریکا آمدن در ژنو، ببخشید در روم. جای اون آقای چیز خالیه، خبرنگار جمهوری ایران، ایتالیا، روم. یوتیوبر چیز شده، اینستاگرام بلاگر شده ایشون، فکر کنم بازنشسته شده، خبرنگاره، اسمش یادم رفت. حمید معصومی نژاد، روم، یادم اومد. خب این ویدیو 39 ثانیه‌ای است اگه باشه. این این هیئت وروده. بعدش تلویزیون پخش کرده گویا داخلش یه خانومی از اون، نمیدونم، اگه ما اینو نشون بدیم آپارات میبنده، ولی من نشون نمیدم. بعد یه خبرنگار سیما گرفته دیگه. عجب ماشیناییه. ما رو خود تو ایتالیاست دیگه مازراتی و فراری و اینا هم مال اونجاست دیگه. فراری دیگه درسته، پورشه و اینا هم واقعا اونجا آلمانی فکر کنم، ولی ایتالیا دیگه ماشین لوکس دیگه اسمش روشه.
اینا هم فکر نمی‌کنم از آمریکا با خودشون ماشین میارن، اینا والا وزارت خارجه اونجاست. یعنی عجیب نیست که فراری و بنز، حالا بنز و اینا نه، ولی بنز بی ام و که تو آلمان باشه جای تاج. خب این 39 ثانیه اینه، داخلش یه خانومی هست با لباس غیر صدا سیمایی، ساختمان دیپلماتیک من میارم کنار که مشخص نباشه، خود صدا سیما گذاشته، ولی ما اینجا بذاری همین آپارات میاد میگه شما شأن اجتماع رو رعایت نکردی میبندیم. سلطنت عمان در ایتالیا در انتظار ورود وزیران خارجه ایران و عمان و همچنین نماینده رئیس جمهور آمریکاست و در مقابل خبرنگاران متفاوتی از رسانه‌های مختلف در انتظار آغاز گفتگوها هستند. در حال حاضر در مقابل رسانه‌های فارسی زبان خارجی، رسانه‌های انگلیسی زبان، عربی و رسانه‌های متعلق به کشور ایتالیا هم در این محل حضور دارند. خب اینم ما به نحوی درجه سانسور کردیم که نشان داده نشه که لباسی که اون خانوماش مناسب با شأن سایت محترم آپارات باشد که اینو نبنده برام. همیشه این کارشه. خب ببینیم که آیا اینم که همون ثانی اول نشون دادیم که فارس منتشر کرده بود. این چیز خاصی نیست وزیر خارجه ایتالیا. این های بروجردی دیشب صحبتایی کرد. ترامپ جالبه، ترامپ هم نشون داده. اصل عدم اعتماد به آمریکا، به خصوص آمریکای ترامپ و بدبینی نسبت به اون به نظر من اصل ثابتی است. منتها طبیعی است که اگر مذاکرات بخواهد به نتیجه مشخصی برسد که جزء احتمالات ولو ضعیف، قطعاً باید یک پشتوانه تضمینی وجود داشته باشه. لزوماً خود ترامپ به آمریکا این پشتوانه نباید باشن. من فکر میکنم که برای این کار هم تو مجموعه مذاکرات اگر به یه چارچوبی برسیم که اونا دست از تحریما بردارن که این هدف اصلی ماست و طبیعتاً ما هم در چارچوب توافقات صورت گرفته با حفظ بنیه هسته‌ایمون که خب صلح‌آمیزه و حق ماست در واقع به جلو بریم، باید در زمینه تضمین هم یه چارچوبی رو در مجموعه مذاکرات با یه فرمول مشخصی به توافق برسیم که عملی است و خودش نیاز به یه بحث مفصلی داره. ما میتونیم اعتماد کنیم به این تضمین؟ تضمین لزوما تضمین آمریکایی نیست. میتونه، حالا مثلا روسا به اعلام کردن که ما علاقمندیم که ورود پیدا بکنیم، در هر صورت چون این کشورها عضو دائم هستن، هم چین هم روسیه و رابطه خوبی هم با جمهوری اسلامی ایران دارن یا عضو دائم شورای امنیت هستن، بیشتر قابل اتکا هستن در تضمین تا خود آمریکایی. خیلی جالبه. یعنی مثلا روسیه به تضمین چی بده؟ نمیدونم آخه، یعنی منظورش چیه؟ یعنی مثلا به صورت سه جانبه باشه این توافق، اینجوری جالب میشه. واقعا اتفاقات دنیا جالبه. همین الان چیزی که گفتم، مثلا شما مخیلتون میگنجه مثلا ایران الان با آمریکا با روسیه بیان وارد توافقی بشه که تضمین بدن به هم دیگه. دارم میگم مثلا نادره در جنگ دوم جهانی دیده شده. ببین بحث تو سیاست اصل علیش این گفت اصل بحث اشتراک منافع و منافع هم میتونه مثل صفحه شطرنج تغییر بکنه. ما الان بحث دنیا بحث اقتصاد هستش دیگه، اقتصاد جهانی نحوی هستش که بعضی از کشورها طرد شدن از اقتصادی، بعضی ها الکی خیلی گسترش پیدا کردن، بعضی کشورها میان خرج بقیه کشورها رو دارن میدن، این اروپایی ها که الان میبینید ترامپ اومده زده زیر همه اینا و با این بحث جنگ تعرفه‌ای که رو انداخته جلوی این موضوع داره میگیره و دوباره ناسیونالیسم اقتصادی رو برمیگردونه به آمریکا. بعد تو روسیه بیاد با این در این توافق قرار بگیره که به ایران تضمین بده که آمریکا تحریماشو دوباره بر نمیگردونه و اینا. اصلا با روسیه و آمریکا دیگه خودتون میدونید داستانشون چیه از زمان جنگ سرد. میگم ولی اتفاق افتاده، در یک جایی اومدن استالین و
الان چون جای تشابه نیست، چی میگن، جای قیاس نیست، نمیخوام قیاس بکنم. ولی خب میگم اینا کشورهایی بودن که تا 1 سال قبلش با هم دیگه خصومت‌های آنچنانی داشتن، شوروی و آمریکا و انگلیس. شوروی با آمریکا رو داشتن سر یه میز قرار بگیرن روبروی مثلا آلمان. چرچیل هم نشسته باشه اونجا. خیلی اتفاقات سیاست جایی ما تو روابط انسانی نداریم متاسفانه. یعنی این فلکسیبیلیتی که در عواطف انسانی نداریم رو تو سیاست میتونیم تجربه بکنیم. خیلی جالبه. من این حیرت آوره، خیلی جالبه برای خود من خیلی خوشحالم که تو این عصر دارم زندگی میکنم، زنده هستم در این سال، این اتفاقات رو دارم میبینم، چون اتفاقاتی که فقط تو کتابا میشد بخونی. خب بریم. دیشب یه نماینده مجلس یه خود طولانیه، من حوصله‌ام نمیاد ببینم همه رو. بریم میشیم چی میگه آیه. خب ولش کن، تا ایشو پلی بشه به ترامپ ببین خیلی جالبه. مثلا این کانال صابرین نیوز مال چیزه، مثلا یه طیف خاصیه دیگه، سوگیری خاصی داره. اومده اینو گذاشتن ساعت 1:40 که ترامپ بله خیلی داره میگه که مردم آمریکا با ایمان هستن. Sunday I want to wish Christians everywhere a happy and beautiful. ببین جلوتر بگو we are a nation. America is a nation of believers. Nation of believers. ملت باورمندان هستیم. We need God. We want God. We need God. We trust چی بود؟ We want God. And with his. این تو قانون اساسی هم هسته، یعنی اینجوری نیست که تا حالا کسی نمیدونسته، الان این دفعه کال صابرین تو قانون اساسی هست که چی؟ In God we trust. God we trust. Help we will make our nation. واقعا اینجوری هسته. یعنی راستش بخواید بحث مسیحیت اینقدر که تو آمریکا روشن هست چراغ کلیسا، تو اروپا نیست. چون تو سینما هم میتونید ببینید، تو هر چیزی رو میتونید ببینید. Stronger, safer, greater and more prosperous and much more united than ever before. Thank you to everyone and have a really happy Easter. حالا این هپی ایستر تبریک کنم. ولی شروع بگم این ترامپ حالا اینا رو میگه، این سیاستمداره دیگه. سیاستمدارم باید، یعنی سیاستمدار، حالا ترامپ که خورده چجوری بگم، صداقت زیاده به نوعی، یعنی زیاد سیاستمدارانه نیست، خودش هم املاکی بوده دیگه، یعنی پالیتیشن نیست که بیاد در لواحق کلمات چیزی بگه مثل باراک اوباما و اینا. خود این ویتکاف هم سیاستمدار، یک روز سابقه سیاسی نداره. این ساختمون سازی داشته، هتل می‌خریده و ساختمون می‌ساخته و این کارا اینجوری می‌کرد. ترامپ هم همینطور. اون پیچیدگی‌هایی که تو سخنرانی‌های رسوم‌های دیگه هست نیست، ولی با این حال بازم ترامپ به عنوان فردی که احتیاج به رأی آراء مردمی و اینا داره و جلب نیروهای مختلف اجتماعی داره، همه چی یعنی نظر بگیر که این فقط مثلا چیز فردیشه، سیاسی نه. شما صحبت فکر کنم شما اینا که هستی آروم صحبت میکنی، فامیلیتون هم نمیدونم. مردم عزیز، الان انقدر که طرف مقابل نیازمند ارتباط با ما و این در واقع توجه به نقش اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی تو منطقه هست، خیلی بیشتر از نیازیه که ماها خودمون فکر میکنیم. بعضیا دیگه آنقدر ذوق زده انگار که مثلا چه اتفاقی افتاده، خود اونها واقعا گیر افتادن. الان در شرایط بین الملل تو دنیا گرفتارن، مسائل هزارها مسائل مختلف دارن. لذا این که ما اینجور بگیم که حالا آمریکا به ما لبخند زده، دنیا آخر شده، این توهین به ما، تحقیر ملت مانه. واقعا این نیست. صد و شأن ملت ایران خیلی ارتقا پیدا کرده. امروز ماییم که داریم تعیین میکنیم شرایط منطقه چگونه باشه، اونم در سایه‌سار انقلاب اسلامی، رهبری های داعیانه و حکیمانه نایب امام زمانمان و هوشمندی و بصیرت ملت بزرگ ایران. لذا به عنوان یکی از چند کارهایی که در دستور کار داریم این هم هست، داریم مذاکره میکنیم. ولی مذاکره این نیست که اصل و اساس، نه. اگر هم حتی این مذاکره نبود، ما در روندمان تغییری نبود. اگر انجام بشه به نتیجه برسه، خب بهتره این سنگلاخ ها و در واقع موانع کمتر میشه.
اگر هم نهایتا اینها بخوان جور دیگه برخورد کنن در اراده ما، در حرکت ما، در سرعت ما، ممکنه یه مقدار تأثیر منفی داشته باشه، ولی هرگز جهت تغییر نمیکنه، سمت و سو تغییر نمیکنه و اون آرمانهای ما سمتش تعریف شده داریم حرکت میکنیم. لذا هر خیلی زیبا فرمودن که نه افراطی نه تفریطی به این موضوع عادی نگاه کنیم و کارهای خودمون رو پیش ببریم، ولی به درون خودمون بنگریم، درون را توجه کنیم، مردممون را دریابیم. من از این تریبون میخوام اعلام کنم هم به همکارا و همرزمانم، من در مجلس به نماینده ها میگم همرزم، چون جنگه، چون دشمن تمام عیار آمده به جنگ ملت ایران. میگم همرزمان، ما الان در یک جبهه ایم. درسته لباس رزم نیست، لباس شخصی تن ماست، ولی ما الان داریم کارزار میکنیم. میگم همرزمان عزیز، الان وقتشه که ما تصمیماتی بگیریم که سفره مردم پر بشه. امروز ما باید اقدامی انجام بدیم که اولویت‌ها تعریف بشه. اگر فرضاً یه راه تا حالا نساختیم، یه ریل راهن نساختیم، 2 سال دیگه هم نسازیم. این پول را تصمیم بگیریم بریم در جهت سفره مردم، سفره اون بازنشسته عزیز، سفره اون کارگر عزیز، سفره اون نیروی انتظامی، پاسدار، ارتشی، اون نیرویی که داره از نظام پاسداری میکنه. عقل اینو میگه. لذا آقا فرمودن به توانمندی‌های داخل توجه کنید. ما واقعا اگر توانمندی هامان رو درست ازش استفاده کنیم، نیازی به اینکه به دشمن بخوایم مثلا نازش بکشیم یا باج بدیم والله نداریم. می‌دونیم خیلی محکم مسیر خودمون رو ادامه بدیم و اونا رو به خودمون همسو کنیم. انشالله این کارم میشه. دور دوم مذاکرات که قرار بین ایران و آمریکا برگزار بشه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ببینید ما چون طرفمون یک طرفیه که اسمش گذاشتیم شیطان بزرگ، با دلایل هم گذاشتیم. ما داریم با شیطان بزرگ الان مذاکره میکنیم. شیطان قابل تحلیل نیست، شیطان قابل پیشبینی نیست که ما بگیم جلسه اولمون خوب بوده پس جلسه دوممون هم خوبه. ولی ما با همه رعایت تمام اون مقررات، قوانین، الزامات، شأن و شؤون و رعایت اون 3 اصل بزرگ عزت و حکمت و مصلحت، ما برنامه‌مون رو تنظیم کردیم. جلسه اول به خوبی گذشته. اگر واژه برد رو در عالم سیاست به کار ببریم، برد بوده و ما به نفع ما سنگین‌تر. آیا در جلسه دوم هم اینجوری کار پیش میره؟ باید صبر کنیم. رفتار طرف مقابل، ما در رفتار ما نه تزویری وجود داره، نه حیله‌ای وجود داره، نه عدم صداقتی. همینه که رسما اعلام کردیم، چیز پنهانی هم نداریم. منتها اونها ممکنه دوگانگی، چون دوگانگی داشتن تا حالا، عهدشکنی داشتن تا الان، ما قضاوت نمی‌کنیم. الان هم داوری نمیشینیم که بگیم جلسه بعد ممکنه اینا بد باشن یا خوب باشن. اگر به همین سبک پیش بره می‌دونیم با هم جلو بریم و به یک نتایج خوب برسیم که به نفع ملت جهان باشه، به نفع منطقه باشه. وقتی که ثبات و امنیت و آرامش رو در جهان بدانیم ایجاد کنیم، خدمت یعنی این. اگر خدای نکرده التهاب ایجاد کنیم و جامعه جهانی و منطقه‌ای را ملتهب کنیم، ظلم به همه بشریت کردیم. لذا در قاموس جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود نداره. ما در راستای ثبات، امنیت، آرامش جامعه جهانی حاضریم حتی تا جایی که ممکنه انعطاف نشان بدیم، ولی به شرط رعایت اون 3 اصل: عزت، حکمت، مصلحت. به نظر شما با ترامپ میشه به توافق رسید؟ عرض کردم که چون سابقه بدعهدی و عهدشکنی داشتن، ما در بحث مذاکره ابتدا اون حرف دیگه داشتن، ما گفتیم مذاکره نه شرافتمندانه است نه هوشمندانه است. شروطشان رو عوض کردن، شرط ما رو پذیرفتن، شرایط رو عوض کردن، دیدیم شرایط مناسبه، ما حرف ما تغییر دادیم، گفتیم مذاکره میکنیم و ما مذاکره رو تا زمانی که بتوانیم حقوق ملت و منافع ملت خودمون رو حفظ کنیم ادامه میدیم. این که آیه ترامپ به نتیجه برسانه دیگه اون طرفه. عرض کردم ما با دید احتیاط و بدبینی، منتها با نگاه اعتقادی خودمون که ما چون ضعف نداریم، محکم در صداقت خودمون ایستادیم، مذاکره رو داریم جلو میبریم. انشالله که بدونیم به جنبندی برسیم، نتایج به نفع مردم ایران و کشورمون باشه انشالله. خب خیلی جالب بود ایشون مطالبی گفت، مخصوصا در انتهای ویدیو جالب بود. یه فیلم جالب اومده در مذاکرات، یه سیاستمداری اونجا با شلوار کوتاه اونجا هستش. من اگه بتونم فیلمشو اول ببینم، همین الان اومده، بعد نگو داشته رد میشد، داشته میرفته خرید.
من اول خودم ببینمش اگه اشکال پخش نداشته باشه، چون می‌خوایم تو آپارات هم بذاریم اینجا نشون بدم. تا چند ثانیه صبر بکنید ببخشید. آره خیلی جالبه. این فرد یک سیاستمداری هست داشته میرفت خرید بکنه اونجا. البته من بعید میدونم رفته اونجا مگه میشه شما تو این محله‌ای که الان میدونی مذاکراته، شما هم سیاستمداری، اونجا هم پر خبرنگاره. خب همین هم از عمان اومدن و از ایران اومدن اونجا، نه مثلا با شلوارک داری خرید بکنه، تو معمول توی ایتالیا، ولی میدونی که خبرنگارا میبینن دیگه. خب یه جوری ما اینجا تو عراق نشستیم داریم نگاهش می‌کنیم. خب برای اون جالبه. اتفاقا میتونی اکت سیاسی باشه خودش. ببین چه جالبه، خبرنگارش سوال بپرسن که آقا نظرت چیه در مورد مذاکرات، بعد میگه آقا ببخشید من اومدم خرید بکنم، اومدم نون بگیرم برای مثلا خونه. روحیه ایتالیایی جالبه دوستان، یعنی تو اروپا قسمت شمال اروپا یه روحیاتشون به خاطر آب و هوا و خیلی کالچر قدیمی و اتفاقات گذشته یه روحیه‌شون سردتره، ولی به سمت اسپانیا و ایتالیا ببینید جالب‌ترن، کلاً خوش برخوردترن. خیلی من خیلی کم زبان ایتالیایی بلدم، به خاطر اینکه موسیقی اونجا خیلی علاقه داشتم، موسیقی پاپشون در حوزه هنر خب پیشرو بوده در قرون مختلف، ولی اشکال داره دیگه، کشور اشکال داره، کشور ایتالیا، ولی ما تحلیل ایتالیا نداره. آقا جان ایتالیا خودشون میدونن صلاح مملکت ایتالیا خسروان ایتالیا دارند، نمیدونم، ولی ما اینجا کار خودمون رو میخوایم بدیم چیکار کنیم. عرض به حضورتون که من هی دارم رفرش میکنم، طولانی میکنم ببینیم چیز جدیدی میاد یا نه. خبری از قول الجزیره ادعا می‌کند که مذاکرات برای 1 رو با حالت تعلیق درآمده که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی این رسانه وجود ندارد. به نظر می‌رسد که خبر جعلی است. ببین همش مدام چیزای جعلی الان ممکنه منتشر بشه. خب پس ما اینجا متوقف بکنیم فعالیتمون تا بعد از ظهر، ببینیم که بعد از ظهر یا شب بریم که کنفرانس خبری چیزی میاد، خودشون میان. پوشششون خوبه خدا وکیلی. شما دفعه قبلم سایت وزارت خارجه ایرنا اینا من چک میکردم مدام داشت ببین تتری خورده، مثلا مشخصه که قیمتش تغییرات داره. در این سایت ایرنا خود بیانیه‌های وزارت خارجه رو هر یه رو یه بار بروز میکرد، مصاحبه هاشون رو میذاش و اطلاعاتشون خوب بود. خود آقای عراقچی که اومد هم صحبت کرد، همین آقای سخنگو بقایی در این خوبه، این خبر جالبه. بزنه خود بقایی اونجا بود دیگه، دیدید نشسته بود. خب روم ایرنا گفته که دور دوم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و اتحادیه با حضور جمع خبرنگاران پیش می رود همین الان. کد خبر ساعتش هم هست همین 14:40، یعنی اون که داشتیم چند دقیقه قبل. گزارش خبرنگار اعزامی سیاست خارجی ایرنا اسماعیل بقایی با تاکید بر غیر مستقیم بودن گفتگوها میان هیئت ایرانی و آمریکایی گفت مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا حدود 1 ساعتی است که در اقامتگاه سفیر عمان آغاز شده است. فکر کنم پس تو سفارتخونه بود. اقامتگاه سفیر عمان یعنی خونه ای که در اختیارش هست که استراحت بکنه. تو عمان هم خونهش بوده. جالبه این حالا شاید خونهش تو سفارتخونه است ولی نمیدونم، پس خونهش بوده. احتمالاً هم اونجا گذاشتن. یه دلیلش حالا میشه تحلیل تاریخی کردیم، ولی معلومه چه واجدش معانی ایتالیا، ولی بیشترش به خاطر اینکه اونجا 3 ساعت فکر کنم با تاخیر دارن، به آمریکا هم نزدیکتره، چون خوابشون هم به هم میریزه دیگه. اگه بخوام خیلی آمریکا شبه، همین فکر ساعت 4 عادت نداشته شب بیدار بمونی، بگن 4 صبح برو مناظره بکن، مذاکره بکن. ولی جا باشه که خود دیرتر باشه بهتره. سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد. پیش از این آقای دکتر عراقچی دیداری با همتا ایتالیایی خود در محل وزارت خارجه ایتالیا داشتند. در این دیدار در مورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه و مسائل بین‌المللی صحبت شد. بقایی خاطر نشان کرد ما قدردانی خود را از ایتالیا به خاطر همکاری با عمان برای برگزاری دور دوم اعلام کردیم و طرف ایتالیایی نیز از فرصتی که برای میزبانی چنین نشست مهمی در اختیار آنان قرار گرفته بود تشکر کرد. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه خاطر نشان کرد که نحوه انجام مذاکرات
کماکان مشابه دور نخست است و دو هیئت در سالن‌های مجزا مستقر هستند. امروز وزیر امور خارجه عمان روز پرمشغله‌ای داشتند و مدام بین دو هیئت، یعنی وزیر امور خارجه ایران و طرف آمریکایی، در حال رفت آمد هستند تا پیام‌ها رو منتقل کنند. خیلی جالب. این چند روز هم یه سری میم و چیزهای جالب درست کرده بودن در مورد وزیر خارجه. هی میره خبر میاره بعد چی بگم، بعد نشون دادیم اینجا بعضیاشونو. بعد بقای با اشاره به دیدار وزیر خارجه ایران و عمان گفت پیش از شروع مذاکرات غیر مستقیم به سبک همیشه دیداری با وزیر خارجه عمان داشتیم و تداول انجام کار صحبت بکنیم. مذاکرات نظام دور نخست به صورت غیر مستقیم با وساطت عمران برگزار می شود. رسانه ها به اخبار جعلی ضریب ندهند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره خبرسازی برخی رسانه ها پیرامون نحوه انجام مذاکرات ایران و آمریکا گفت این موضوع غیر طبیعی نیست. ما قبلا نیز با تولید انواع اقسام خبرهای جعلی مواجه بودیم، مثل قضیه خودکار برداشتن غریب آبادی. با عقل جور در نمی اومد. واقعا مهم این است که ما وظیفه خود را به عنوان وزیر امور خارجه به عنوان اهالی رسانه کشور به درستی انجام دهیم و بتوانیم به موقع اطلاع رسانی بکنیم. بقایی ادامه داد رسانه‌های ما نیز با توجه داشته باشند که این اخبار و روایت ها ضریب ندهند و اخبار دقیق را از رسانه‌های خود وزارت امور خارجه دنبال کنند. تمام مواردی که گفته شده است با نادرست است. فکر می‌کنیم این بخشی از حاشیه‌سازی مذاکرات است. اما کارمون تمرکز و حاشیه‌سازی نمی‌کنیم و بر منافع ملت ایران پیگیر هستیم. خانم لیلا واحدی، خبرنگار ایران. خیلی جالب. حالا عمان هم کسایی که نمیدونید، الان اینکه روابطشون با ما خوب هست، به نوعی سلطان قابوس شد فکر کنم عموی همین فردی که الان حاکم عمان هست. اونجا یک شورش های اتفاق افتاد در منطقه سلال، قسمت پایین که سمت یمن هست، ظفار، استان ظفار. بعد در زمان حکومت قبلی فکر کنم 5000 نیرو ارتشی فرستادن اونجا کمک کردن که این قابوس اونجا، به خاطر اینکه اونا کمونیست بودن، افرادی که اونجا چیز کرده بودن، شروع کرده بودن، اگر اونا حاکم میشدن بر عمان، این خیلی هم برای ما خطرناک بود. این شوروی تقریبا میتونست بود خلیج فارس هم در احاطه خودش بگیره. به همین خاطر این آقایی که ببینی الان انقدر زحمت میکشه، از این اتاق به اون اتاق میره مذاکره میکنه، جدا از اینکه اچیومنتی به دست میاره، کلا عمان حالت مثلا واسطه گری داره تو دنیا، مثلا خوب آدم خوبه است، با همه خوبه. کلا دقت بکنید تو این 1 سال خورده گذشته هم که مسائل فلسطین و اینا بوده، نه اون موضوعی که مثلا خیلی حساسیت برانگیز بوده باشه رو عمان نداشته. همیشه مثلا یه حالت تولید دوستی، مثلا اینا روابط خوب، اینا تاکید دارن. از اینی که اینا انقدر زحمت میشه، یکیش هم این که اچیومنت این چیز بین‌المللی برای خود دستاورد بین‌المللی داشته باشن که میگم ما چقدر خوبه، ما باعث صلح شدیم. همین که یه جوری هستن به ما مدیون اون حکومتی که اونجا هست، یعنی به ما ایرانیانی که در سالهای قبل در واقع با حمایت اون ارتش قابوس باعث شدیم که اونجا به دست شوروی نیفته. خب خیلی ممنون دوستان که وقت گذاشتید. حالا خیلی طولانی شد، ولی شب اگه اخبار جدید و فیلم‌های جدید و اطلاعات جدید اومد اینجا میایم بهش مفصل میپردازیم. نخست ببینیم چیه چیزای جدید هی داره میاد. همین شلوارکی هم دوباره نشون داد، همه جا دارن میزنن. اینقدر جالبه این موضوع دیگه، اینقدر خبر هیچی نیست، عکس طبیعتی نمیذارن دیگه، بقیه چیز دیگه است. خب یه بار دیگه من این خبر رو یه چیزی ببینم. مال سایت روزنامه جامعه جمع ببینیم چی گذاشته. حذف پرسپولیس چی مال دیشب. خب همین بود دیگه، کش ندیم. فعلا در مورد مذاکرات فقط همینایی بود که من توییتر هم الان دارم چک میکنم، گوشیم این طرفش هیچ جدیدی نیست. ولی مهمترین مسئله امروز که من بتونم به شما بگم که خیلی نقشه جالبی رو نشون میده از آنچه که در حال رویداد هست، همین توییت آقای علی شمخانی است.
هر جا که هستید شاد و پیروز و سربلند باشید. فعلا همگی خدا نگهدار.